این ترانه که میخوام براتون اجرا کنم یه اسمی داره که این اسم برای هر کسی تو این سالن هست یه معنی خاصی داره. برای شما خیلی معنیش خاص داره. Thank you. یکی از کارهای زنده یاد مازیار رو میخوام براتون اجرا بکنم. اسم این کار هست ایران. خیلی دلتون تنگ شده نه؟ من که این چند روزه هر جا رو میبینم، چند روزه که یه روز و نصفیه تقریبا من امریکا. تازه لهجه هم تغییر کردیم یه روزه. هر جا رو میبینم با کشور خودم مقایسه میکنم. این درخت‌ها رو میبینم میگم اینش دریا کناره. چند سال دریا کنار شما ندیدن دوستان؟ خیلی ها. خیلی. خب میدونم خیلی ها تو این ترانه حفظ هستین. یه دست به افتخار خودتون بزنید. من از اینجا معلومم. این دوستمون اگه ایران بود الان بازداشت شده بود. خب اگر ایران بجاست ویران سرانیست، من این ویران سران دوست دارم. من این آب و هوا را دوست دارم. تمام عالم است آن شما، منی یک تیکه جا را دوست دارم، دوست دارم. من این یک تیکه جا را دوست دارم. اونا که برادر با من آی ها
نباشه گر که بیگانه بشه هموطن ایران ایران سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من اگه خاک من از دست بره جایی ندارم دلم میمیره از قصه دیگه نایی ندارم به جز نام تو ای نام وطن ای موطن من دگر بر روی لب‌های خدا بایی ندارم ایران ایران سرم روی تن من نباشه صداتون نمیشنوم ایران نباشه گر که بیگانه بشه خواستم حتما زمانی که خدمت شما عزیزان رسیدم یاد کرده باشیم از کشور مقدسمون ایران عزیز مادرمون. دوستان اشاره میکنن که یه بریک خیلی کوتاه داریم ما چون یه ذره دیرم شروع کردیم بریکم یه ذره کوتاست من چند دقیقه بک استیج هستم بعد میرسم خدمتتون. یه دست قشنگ به افتخار خودتون بزنید.